4 سال پیش در جای این دو خودرو ایستگاه وجود داشت. اکنون فقط ته‌کرسی بتونی آن ایستگاه باقی مانده است. این ته‌کرسی را ساکنان برای نگهداری ماشین‌های خود استفاده می‌کنند. خبرنگاران از شهرداری کلوب بارها خواهش کردند که ایستگاه‌های شهر را بازسازی کنند. در مورد همین ایستگاه‌های شهر کی برقرار می‌شوند؟ سلامت باشید. با دستور بهرام عنایت‌زاده شهرداری سابق همه ایستگاه‌ها را تخریب کرده بودند. دلیل آن پاسخگو نبودن ساخت ایستگاه‌ها به طلبات معماری بود. تصمیم گرفته شد که ایستگاه‌های جدید در جای ایستگاه‌های نابود شده ساخته شود. در این میان پس از عنایت‌زاده 2 شهردار در کلوب تعیین شدند. هر رئیس عوض شده وعده بازسازی ایستگاه‌ها را می‌دهد. شهرداری کنونی کلوب 6 ماه پیش اعلان کرده بود که بازسازی ایستگاه‌ها نزدیک است. ایستگاه‌هایی که با طلبات امروزه ایستگاه‌های زمانوی هستند از طرف سرمعماری شهر لایحه پیشنهاد شده است، لایحه تصدیق شده است و با اون صاحبکارایی که میل ساختمان امنا دارند ما پیش از همه گفتیم همنا سازند. هم خیلی علاقه 10 تا ایستگاه‌ها طبق مقررات و پیشنهاد شده قرار آماده شده علاقه روزهای نزدیک به ساختمان شروع میکنند. هر صبح ساکنان به لب شاهراه میبرایند. ساکنان در کلوب این مشکل را باید در فصل گرما و سرما پشتی سر کنند. تاکنون معلوم نیست وعده ساختن ایستگاه‌ها از سوی حکومت محلی کی اجرا می شود. در پشت سر من ته‌کرسی ایستگاه در شهر کلوب است. حکومت محلی 6 ماه پیش وعده داده بودند که چنین ایستگاه‌ها را در کلوب دوباره برقرار می‌کنند. اما از این وعده 6 ماه می‌گذرد دیده می‌شود که همان ایستگاه‌ها در کلوب برقرار نشده اند. در یک گوشه شهر ایستگاه‌های زمانوی ساخته شده است. اما این ایستگاه‌ها را از بودجه محلی نساخته اند. این ایستگاه‌ها در شاهراه بین المللی کلوب شمس‌الدین شاهین قرار دارد. آنها را با پول بازسازی شاهراه شرکت‌های چینی ساخته اند. دیگر نقطه‌های شهر همان ایستگاه ندارد. همین است که در شهر تنبشوی ماشین‌ها زیاد است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلوب.